سر و لباس جوانان وابسته به پیشرفت جهان تغییر می‌یابد. آنها بیشتر انتخاب لباس را از روی قهرمان‌های فیلم‌ها انتخاب می‌کنند. از این رو بیشتر به سر و لباس پیشینه یعنی ملی چندان اهمیت ظاهر نمی‌نمایند. طراحان پیشنهاد می‌کنند که به مد زمانی حاضر نقش و نگار تاجیکانه وارد کردن ممکن. با هنر خود که از متاهای اطلس و ادرس و چکن و گلدوزی ها که عنعنه خلق تاجیک می باشد، با همین متاها لباس های اروپایی و ملی را آمیخته نموده یک نمودی لباس ملی خود را معرفی نماییم. حالا در کشور ترغیب لباس‌های ملی و هنرهای مردمی بیشتر به راه مانده شود تا جوانان بیگانه پرست نگردند، میگویند متخصصان. حالا در کشور سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی است و آن تا سال 2021 ادامه می‌یابد. در این فرصت ما می‌توانیم به جوانان ذوق و بر کردن لباس‌های ملی را بیدار نماییم، میگوید آموزگار بی مکرمه ددابایوا. کوشش کرده ایستادیم که به شاگردانمان انمین هنرهای مردمی رو آن نازکی‌های کسب رو آموزانیم، زیرا که حالا انکشافی علم و تکنیک پیش رفته ایستاده است و ترقیات با سرعت رفته ایستاده است. دانشجویان پیشتر طرح‌ها رو با واسطه دستی میکشیدند، حالا باشد با طریق کامپیوتر تحریزی کرده ایستادند و نباید از خاطر برآورد که انمان اجدادان ما، کارهای اجدادان ما از بین رود و آن رو ما باید احیا نموده از آنمان راههای کارهای آنها باخبر باشیم. بی مکرمه ددابایوا تاکید نمود بین دانشجویان کافدرای تکنولوژی و متدیک تعلیم دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов ترغیب و تشویقات لباس‌های ملی و هنرهای مردمی همه روزه به راه مانده می شود تا در انتخاب و به بیگانه پرستی مراغ ظاهر نکنند. نباید از خاطر برآورد که انمان اجدادان ما، کارهای اجدادان ما از بین رود و آن رو ما باید احیا نموده از آنمان راههای کارهای آنها باخبر باشیم و آنها رو باز دوام دادن رو از خاطر نبراریم. آموزگاران به دانشجو دختران طرز دوخت لباس‌های ملی را به طور زمانوی می‌آموزانند تا دختر تاجیک لباس ملی خود را در جامعه و بیرون از کشور معرفی نماید. لباس به بر کرده من این لباس ملی ولایت ختلان میباشد. این کرته به طور یارمدوزی اجرا کرده شده است و خیلی به دخترانی تاجیک زیبنده می باشد. ما کوشش و خرج می نماییم که باز از این هم زیباتر و دیگرگونی ها را دخته به بر نماییم. همه ساله صف دانشجویان برای داخل شوید به کافدرای تکنولوژی بیشتر می شود. این از بیشتر شدن شوق جوانان به این اختصاص درک می دهد. آنها می خواهند لباس ملی را به طور زمانوی آماده و پیشنهاد نمایند. گزارش رقیه ماه بابایوا، عزیزه تیمورزاده و نسیم رحیمov برای برنامه اطلاعاتی خبر.